محترم محمد صلی الله علیه و آله و سلام، امروز من غمگینم و دلم به حد غمگین است، زیرا که آنها در بدترین شکل‌ها شما را رنگ می‌کنند و نام‌های زشت‌ترین به شما می‌مانند. باوری ندارم که چرا آنها از شما نفرت دارند و آشکارا من این را شرح دادن نمی‌توانم. یا رسول الله، منظورم آن است که آنها از شما بسیار چیزها را آموخته می‌توانند. این واقعا شرمندگی است. اگر آنها می‌دانستند که شما واقعا کیستید، پس من باوری داشتم که به این کارها دست نمی‌زدند. اگر آنها چهره مبارک شما را می‌دیدند یا تبسم خندان شما را می‌دیدند، ای کاش می‌دانستند که چگونه حسیات را حتی در خردسالی حس می‌کردم. چه خیلی که به من آموختید که بودن من در این جهانی تاریک و بی‌رحم مهم است. ای کاش می‌دانستند که به آنهایی که دختران خود را زنده به گور می‌کردند چگونه مقابلت نشان می‌دادید. چگونه که شما به ما آموختید که بهترین انسان‌ها نیک و احوالی زنان خود هستند. شاید اگر آنها درباره زندگی شما خوانده و همان حکایه‌هایی را که به من گفته بودند بشنوند، طرز دلسوزی شما با جوانان و احترام شما به کلانسالان، طرز سخنرانی من اینقدر شیرین و کم واگوار، چگونه شما با عائله‌تان با محبت مناسبت می‌کردید، چگونه که شما به ما آموختید که والدان خود را حرمت کنیم و آبروی مادرانمان را بلند برداریم، یا طرزی که به ما آموختید که دستگیر یکدیگر باشیم و با یکدیگر بهترین معامله را روا بینیم، یا شاید چگونه که شما به ما آموختید که نوابسته از رنگ پوست همه امان برابر هستیم. ای کاش می‌دانستند که شما رحمت بر عالمیان هستید. اگر می‌دانستند که غمخوار ما امتان گناهگارت هستی یا رسول الله، یا اگر می‌دانستند که به ما امر کرده ای که به ضعیفان دوستی کنیم و به مسکینان خوراک تقسیم کردن لازم است، و چگونه که به ما تعلیم داده ای که همیشه کوشش کنیم که هیچگاه خواب نرویم اگر همسایه امان گرسنه باشد و مهربان باشیم به عالمیان و به حیوانات و درختان بهترین معامله را روا بینیم، و چگونه که به ما تعلیم داده اید که حتی هنگام فراوانی آب را بهوده صرف نکنیم، یا چگونه که شما به مقابل فساد مقابلیت کرده به خسیسان مبارزه برده. شاید آنگاه ببینند که چقدر ما به شما نیاز داریم، یا شاید اگر آنها بخوانند که دیدن پرنده هراسان در اضطراب چگونه دردآور است. وقتی که شما برای شکایت کردن آمدید، میدانستید که او را حمایت خواهید کرد، زیرا شما مردی بودید که بر ضد بی‌عدالت ایستاده مظلومان و بیچارگان را دفاع میکردید و پشتیبانی میکردید. ای کاش آنها میدانستند روز فتح را که وقتی که شما به مکه وارد شدید توانستید ببخشید مردمی که شما را عذاب و شکنجه دادند. ای کاش آنها میخواندند، شاید آنگاه میفهمیدند که این محمد صلی الله علیه و آله و سلم یک مردی عادی نیست، که او بزرگترین انسان است که در روی زمین سیر میکرد. اگر میدانستند، شاید بعد یا رسول الله آنها نیز تو را دوست میداشتند.